حکمت از بزرگان. دعای مادر. الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى. درود و رحمتی الله باد بر هر یکی شما و به خاندان شما. یکی از دوستان الله سلیم ابن ایوب میگه وقتی که من تحصیل را شروع کردم نزدی استاد و چنان ذهن من ضعیف بود، چنان ذهن من کن بود که من حتی سوره فاتحه را نمیتونستم به استاد بسپارم و هر آینه استاد منو میگفت من تکرار میکردم، بالاخره حفظ که ضعیف بود نمیتونستم که یک سوره رو من به طریق اکمال به استاد برسانم. یک روز استاد خسته شد، گفت سلیم تو مادر داری؟ بله گفتم. رو نزد مادرت بگو در حق دعا کنه، آخی این چی ذهن هست؟ من نزد مادرم رفتم، گفتم مادر جان در حق من دعا کن و مادرم در حق من دعا کرد. به مرور زمان من به طرف بغداد رفتم و مدتی دراز دیگر استاد را ندیدم و در اونجا تحصیل را دوام میدادم. چنان الله ذهن من را گشاده کرد که من هر یک مسئله را میدیدم و حفظ میکردم. در این مدت من زیاد کتاب ها را حفظ کردم. خلاصی کلام در یکی از مسجدها به عنوان استاد، به عنوان مدرس کار میکردم و یک روز در حلقه درس ما همون استادی که مرا توصیه داده بود که رو دعای مادر تگیر همون وارد شد و بسیار پیر شده بود. من اون را شناختم اما وی مرا نشناخت و بسیار به دقت گوش میکرد درس ما را و بعد از نهایت درس میگه نزد من آمد و گفت الله اکبر الله اکبر، انا این را علم میگن، انا این را فقه و فقه میگن. و از من پرسید بچه جان تو این قدر علم و این قدر فضل از کجا گرفتی؟ به توفیل چی گرفتی؟ میگه به استاد نظر کردم، یک خواستم که بگم مادر داری برای دعای مادرت بگیر، اما هیبت استازی بالای من حمله کرد. من شرم داشتم که با استاد این گپ را بگم. الله اکبر. دوستان برادران عزیز، کدام برادرهایی که طالب علم هستید و غیر طالب علم ها را دعای پدر و مادر را، خصوصا دعای مادر را فراموش نکنید، همیشه دعای ایشان را بگیرید. به برکت دعای مادر الله این بنده را این قدر فضل و این قدر کرم داد. برادران عزیز، خب دعای مادر برکت دارد، همیشه از مادر دعا طلب کنید، زیرا مادر از صدقاً طلب میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند دعای 3 نفر به شک و شبهه نزد الله مستجاب هست. یکی دعای انبیا، دوم دعای مظلوم، یک شخصی که بالاش ظلم کردن، و سیوم گفتن دعای پدر و مادر در حق فرزند. به شک و شبهه قبول می شود. خداوند خیرتون بده، روزتان پر نور و پر فیض باد. و السلام علیکم و رحمت الله.